آموزش پتینه‌های ساده اسفنجی با رنگ. خب دوستان، برای این مدل پتینه‌ها شما باید سطح مورد نظرتون، اگر بوم بود که خب سطح زیرکار داره، اگر که دیوار گچی داشتید یا مثل این فیبرمون بود، شما ابتدا 2 دست پرایمر روی کارتون میزنید. پرایمر رو به فاصله 2 ساعت میزنید و میذارید کار خشک بشه. بعد از اینکه کارتون خشک شد 1 دست رنگ اولیه میزنید. من الان روی این کار پرایمرم رو زدم و گذاشتم، کارم خشک شده. تو فیلم معلوم نیست ولی رنگ فیبر تغییر کرده، تیره تر شده و حالت انگار که یه حالت چسب رقیق روی کار من زده که باعث میشه که رنگتون کمتر خورده بشه. روی این کار من میام رنگ زیر کارم رو میزنم. من برای رنگ زیر کارم میام از رنگ ماشی یا اوکر استفاده میکنم، از رنگ های پلاستیکی. با یه قلموی بزرگ سطح کارم رو رنگ میکنم. رنگ های اگر که نو باشن و تازه دربشون رو باز کردید، حتما با یکی از این چوب ها یا یه ته قلمو کل رنگتون رو هم بزنید که این روغن ها تو کارتون حل بشن و بعد از رنگ استفاده کنید. سطح کارتون رو بعد از اینکه رنگ پلاستیک زدید و تمیز، حالا به هر رنگی که دوست دارید زدید، اجازه میدین رنگ پلاستیکتون خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد رنگ دست دوم رو میزنید. دست دوم رنگتون که زده بشه، تمام این فاصله ها و قسمت هایی که زیر کار معلومه پوشیده میشه. اگر که دقت کرده باشین معمولا دیوار رو هم که رنگ میکنن میگن دیوار حداقل باید 3 دست رنگ بخوره. رنگ پلاستیک خاصیتش اینجوریه که شما باید لایه ها رو نازک بزنید روی کارتون و بذارین خشک بشه و بعد دست دوم و اگر احتیاج بود دست سوم رو بزنید. من سطحم رو رنگ میزنم، اجازه میدم خشک میشه و بعد میخوام بیام روش پتینه کار کنم. برای اینکه زمان نگیره من این سطح زیر رو پرایمر زدم، بعد از پرایمر رنگ سفید زدم و گذاشتم خشک شد. خب برای این سطح من میخوام پتینه ساده اسفنجی بزنم. برای این کار شما ابتدا میایین از رنگی که دوست دارین، حالا هر رنگی که هست به فضای خونه میاد یا به فضای تابلوتون میاد، میایین استفاده میکنین و مقداری از رنگ دلخواهتون رو توی یه ظرف مسطح میریزید. من الان توی این بشقاب یه مقدار رنگ میریزم. میزان رنگتون باید کم باشه و زیاد نباشه، یعنی شوره نکنه، به خاطر اینکه ما احتیاج به رنگ کمی داریم. بعد از اون اسفنجتون هستش. اسفنجتون رو میایید درون رنگ میزنید و بعد روی یک روزنامه یا هر وسیله‌ای که بتونین اصطلاحاً زهر رنگ رو بزنید بگیرید، میزنین و اضافه های رنگی که روی کارتون هست رو میگیرید. اسفنجتون بعضی جاها رنگ میخوره و بعضی جاها خالی میمونه. وقتی که این فرم رو گرفت و جاهایی که دوست داشتین رنگ داشت، الان این وسط کار من رنگ نداره، با یه تامپون خیلی آروم این وسط رو هم رنگ میزنم. رنگ نگرفته بود. کل کارم اسفنجم قسمت های برجستش رنگ داره و قسمت های فرو رفتش رنگ نداره. از یک سمت کار و سعی کنید همیشه از بالای کار شروع کنید. اسفنجتون رو و رنگتون رو روی کار بزنید. اگر دیدین رنگتون کم شد دوباره میایم روی کار رنگ بزنید. این کار رو خیلی نباید تو هم اجرا کنید به خاطر اینکه فاصله ها از بین نره. اگر که
این کار درست انجام بشه بافت خیلی قشنگی به زیر کارتون میده و سطحتون از اون سطح خیلی ساده و یک دست در میاد. من الان همین بافت رو روی کار قبلی که هنوز حالا دست دوم کار رو نزدم ولی رنگم خشک شده میام میزنم. فکر میکنم رو این رنگ بهتر جواب بده. ببینین از بالا اسفنجم رو میذارم و احتیاجی نیستش که همه جای کار رو پر کنید. ببینید بافتمون از اون سطح ساده اولیه تبدیل شد به یک بافت دیگه. برای این کار از اسفنج‌های مختلف میتونید استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. حتی میتونید با یه اسفنج ساده و اگر در دسترستون اسفنج‌های دریایی نبود میتونید اسفنج معمولی رو تیکه تیکه بکنید، برش‌های مختلف بهش بدین، حتی سطح بسازید، فرم مثلا درخت یا گل در بیارید و با اون ابری که خودتون ساختید بیاین حالت مهر زدن رو روی کارتون داشته باشید. این میشه ساده ترین کاری که ما با پتینه میتونیم انجام بدیم. این پتینه رو شما میتونید روی دیوار، روی بوم یا هر سطح دیگه‌ای که دوست دارید داشته باشید.